حدود 11 ماه پیش بود که من اولین ویدیومو تو کانال یوتیوبم آپلود کردم. یه روز از زندگی من تو کانادا. خدا رو شکر چنل من از همون اولش فوق‌العاده عمل کرد و ویدیوی اول من ظرف یک هفته 1400 تا ویو خورد که برای یه چنلی که تازه یه دونه ویدیو آپلود کرده این رقم فوق‌العاده است. 6 روز بعد از آپلود ویدیو دومم چنل من 100 تا سابسکرایبر داشت و فقط چند ساعت بعد از آپلود ویدیو سومم چنل من 444 تا سابسکرایبر گرفته بود که این رقم سابسکرایبر فقط با آپلود کردن 3 تا ویدیو فوق‌العاده است. تو این زمان ویدیوی اول من 6000 تا ویو، ویدیو دوم من 9500 تا و ویدیو سومم که فقط 17 ساعت از آپلودش می‌گذشت بالغ بر 500 تا ویو خورده بود. 5 روز بعد از آپلود ویدیو سومم چنل من تقریباً به 1000 تا سابسکرایبر رسیده بود. روند روزانه سابسکرایبرام فوق‌العاده بود. یعنی من به طور میانگین روزی 30 40 20 اینطورا سابسکرایبر بهم اضافه میشد که برای چنلی که کلا 3 تا 4 تا ویدیو آپلود کرده خیلی هیجان انگیز بود. من رو ابرا بودم واقعا و خیلی اصلا باورم نمیشد که اتفاق داره برای چنل من میفته. تا اینجای کار از 7 اپریل تا 12 می من کلا 4 تا ویدیو آپلود کردم. 1000 تا سابسکرایبر دارم و 3700 ساعت واچ تایم. 8 روز بعد از آپلود ویدیوی چهارمم چنل من به طور کامل مانیتایز میشه. یعنی من 1000 تا سابسکرایبر و 4000 ساعت واچ تایم پر میکنم. یه ویدیو کلی بهتون بدم. تا اینجا من 4 تا ویدیو آپلود کردم، 1000 تا سابسکرایبر، 4000 ساعت واچ تایم و 55000 تا ویو گرفتم و کل این روند از آپلود ویدیو اول تا این لحظه 1 ماه و 13 روز طول کشید. 1 ماه و 2 هفته. لحظه که یوتیوب برای من ایمیل زد و گفت که به یوتیوب پارتنر پروگرام خوش اومدی، لحظه‌ای بود که من دلم میخواست اشک شوق بریزم و اصلا باورم نمیشد. اولین درآمد من از یوتیوب $3.01 بود که میدونم این مبلغ رو حتی اگه به ریال هم تبدیلش بکنی اصلا رقم چشم نواز قابل توجهی نیست، ولی اولین درآمد من بود و من بابتش فوق‌العاده ذوق داشتم و فوق‌العاده خوشحال بودم. ولی انجام مراحل درآمدزایی خیلی بیشتر از اون که باید و شاید بود طول کشید. گوگل ادسنس اینجوریه که شما اول باید آدرستون رو روش ثابت بکنید. یعنی میگید این آدرس منه و از طرف یوتیوب یه نامه‌ای برای شما ارسال میشه که یه کد چند رقمی توشه و شما باید اون کد رو وارد حسابتون کنید و تو حسابتون ثبتش بکنید تا آدرستون ثابت بشه. این فرایند برای من 5 ماه طول کشید. تا زمانی که کد برای من ارسال بشه من تک تک موهای سرم سفید شده بود. ولی ایراد نداره. بعد از آپلود کردن اون بعد از ثبت کردن اون کد هرچی فعل بود اینجا به کار بردم الان. ولی بعد از ثبت کردن اون کد تازه باید بقیه مراحل رو انجام بدم. وارد کردن اطلاعات تکس، وارد کردن حساب بانکی و خلاصه تا میخوام تمام این کارا رو انجام بدم 11 ماه از زمانی که من اولین ویدیومو آپلود کردم میگذشت. این تقریبا تا چند هفته پیش. در حال حاضر من 2348 تا سابسکرایبر دارم. در مجموع 50 تا ویدیو آپلود کردم و تا الان بالغ بر 270,000 تا ویو گرفتم که با کمک به حمایتتون که الان دارین ویدیو رو میبینی این ویوهای یه دونه بیشتر شد و من فوق‌العاده بابتش ازت متشکرم. حالا تا اینجا روند من برای رسیدن به درآمدزایی و تعداد ویوها و تعداد سابسکرایبرها بوده. موضوع اصلی این ویدیو درآمد خودمه و من میخوام بهتون درآمد کلی چنل رو نشون بدم. منتها قبل از اینکه بخوام درآمد خودم رو بهتون نشون بدم نیازه که یه سری چیزا رو بهتون توضیح بدم. همونطور که خودتون در جریانید یوتیوب بابت هر 1000 تا بازدید یه مبلغی رو به یوتیوبرها پرداخت میکنه که این مبلغ برای چنل من خیلی متفاوت بوده. من داشتم بابت یک ویدیو به ازای هر 1000 تا بازدید $1 دریافت میکردم. حتی ویدیوهایی داشتم که بابت هر 1000 تا بازدید $8 پرداخت میکردم. به طور کلی میانگین چنل من به ازای هر 1000 تا بازدید $5. منتها این که حالا بخواید با توجه به موضوع کلی یه چنل حدس بزنید که این چنل به ازای هر 1000 تا بازدید چقدر درآمد داره یه خورده سخت میشه. منتها من برای چنل خودم رو به طور میانگین بهتون گفتم که به ازای هر 1000 تا بازدید $5 میگیرم. بعضی مواقع بعد از ویدیوهای من وایرال میشه که باعث میشه من درآمد خیلی زیادی داشته باشم. بعضی مواقع
ویوها انقدر میاد پایین که من خودم درآمد اون روزم رو میبینم خندم میگیره و حتی گاهن درآمد روزانه من به 20 سنت هم میرسه که حتی اگه به ریال هم تبدیلش بکنی باز آدم خندش میگیره. ولی ماکسیموم درآمدی که من توی یه روز داشتم $13 بوده و حداقلش تقریبا 15-20 سنت اینطورا. و حالا که بخوام بگم به طور میانگین من روزانه چقدر درآمدمه، من روزانه تقریبا $1 درآمدمه که دلار کانادا رو بخوای تبدیل بکنی به ریال تقریبا 40 خورده هزار تومان میشه در روز. حالا از اینجا به بعدش من باید دفترم رو دست بگیرم چون میخوام تقریبا نه چون میخوام ریز ریز بهتون بگم که در طول 6 ماه گذشته من هر ماه چقدر درآمد داشتم. به نام خدا تو ماه آگست درآمد من $66.60 بوده. تو سپتامبر که تقریبا میشه حوالی شهریور و مهر و اینا درآمد من $109.14 بوده به خاطر اینکه یکی از ویدیوهام خیلی وایرال میشه. اما از اینجا به بعد درآمد من خیلی میاد پایین چون من به طور منظم ویدیو آپلود نمی کنم، تعداد ویوها میاد پایین و انگار کلا یوتیوب با چنل من لج میکنه. تو ماه اکتبر درآمد من میشه $30.60. درآمد من تو ماه نوامبر میشه $40.18. دسامبر $44.43. ژانویه $37.46. فوریه $38.55 و در حال حاضر که 20 مارچ هستیم که تقریبا میشه روز اول دوم عید درآمد من حوالی درآمد من تا اینجا $6.65 بود. حالا بیایید من برم درآمد کلی و اصلی چنل رو طی این 11 ماه کامل بهتون نشون بدم. منتها میخوام حواستون باشه که این درآمدی که من الان دارم به شما نشون میدم درآمد من قبل از کسر مالیاته و پولی که به حساب من وارد شده رو بعد از این رقم بهتون نشون میدم. منتها اول بیاید من بهتون نشون بدم که چنل من در طول این 11 ماه کلا چقدر درآمد داشته. آماده اید؟ 3 2 1 درآمد من به طور کلی در طول این 11 ماه $449.56 بوده. حالا بهتون نشون بدم که بعد از کسر مالیات درآمد من چقدر بوده. آماده اید؟ 3 2 1 $375.33 وارد حساب من شده و این یعنی که از مبلغ اصلی $74.23 بنده مالیات پرداخت کردم. آیا بابتش خوشحالم؟ نه. آیا چاره دیگه ای دارم؟ نه. متاسفانه همینی که هست و خب ما باید باش راه بیاییم دیگه. منتها هیچ ایرادی نداره. من در هر صورت از بابت وارد شدن درآمد به چنلم خیلی خوشحالم. حالا این ویدیویی که من برای شما ضبط کردم درآمد من از چنلم بوده. تو ویدیوی بعدی من میخوام برم و با اولین درآمد خودم از یوتیوب خرید بکنم. واسه همین خوشحال میشم که همین الان چنل رو یا لایک و سابسکرایب بکنید و زنگولش رو به صدا در بیارید و همین دیگه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهم بودی. شب و روزت بخیر. خدا نگهدار.